بزرگترین و سازنده ترین درس قرآنی برای امت اسلامی درس توکل و اعتماد قلبی بر الله جل جلاله است. توکل و اعتماد قلبی بر الله جل جلاله به مسلمان شهامت می بخشد، به مسلمان غیرت و مردانگی می بخشد، به مسلمان روح عزت و معنا می بخشد، به مسلمان انگیزه و بیداری می بخشد، به مسلمان ثبات و استقامت و پایداری می بخشد. توکل و اعتماد بر الله جل جلاله چنان نیروی قوی و نیرومند معنوی هست که با داشتنش اگر به چنگال هر دشمن بیفتیم دوباره پس پیروز برمیگردیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. الله جل جلاله به صراحت میفرماید کسی که بر الله جل جلاله توکل داشته باشد، اعتماد قلبی داشته باشد، خود و همه داشته های خود را به الله بسپارد، الله برای او بسنده است. اللهی که قدرتش ما فوق همه قدرت هاست، خدایی که ابراهیم نوجوان را از میان گودال و چخوری آتش سوزان و خطرناک نمرودیان به سلامت بیرون میکشد، خدایی که حلقوم نازک اسماعیل ذبیح را در برابر کارد تیز ابراهیم خلیل حفاظت میکند، خدایی که یونس نبی علیه السلام را در شکم ماهی در دل بحر حفاظت میکند، خدایی که موسی علیه السلام و بنی اسرائیل را از میان بحر پرموج و پرتلاطم به سلامت بیرون میکشد، خدایی که آخرین پیام رسانش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و یار غار صدیق اکبر را فقط با چند تار نازک عنکبوت حفاظت می کند، خدایی که آسمان را با این بزرگی آفریده است، خدایی که زمین را با این پهنا و بزرگیش آفریده است، خدایی که شب را می آورد، خدایی که روز را می آورد، خدایی که باران می باراند، خدایی که گرمی می آورد، خدایی که سردی می آورد، خدایی که زنده می کند، خدایی که می میراند، خدایی که رزق و روزی می دهد، خدایی که این کوه را آفریده است، خدایی که بحرها را آفریده است، خدایی که این درختها و میوه ها را آفریده است، خدایی که انسان را با این ظرافت و استعداد و زیبایی آفریده است، خدایی که مرگ و زندگی در اختیارش هست، خدایی که خالق همه موجودات و کائنات هست. به اون خدا توکل بکنیم، اعتماد قلبی داشته باشیم، ضایع نمیشویم.